بیشتر آدما فکر میکنن احترام رو باید با خوب بودن به دست بیارن. مهربون باش، درک کن، کوتاه بیا. ولی یه حقیقت تلخ وجود داره. دنیا به آدم‌های احترام نمیذاره که زیادی قابل تحملن. دنیا به آدم‌های احترام میذاره که مرز دارن. اگه اسم میکنی حرفت جدی گرفته نمیشه، ازت رد میشن، حضورت کمرنگه، مشکل شانس نیست، مشکل اخلاق نیست، مشکل فقط رفتاره. و توی این ویدیو دقیقاً قراره بفهمید چرا بعضی آدما بدون داد زدن محترمن، چرا توضیح دادن زیاد احترام رو میکشه، چطور کاری کنی حضورت وزن داشته باشه، و مهمتر از همه چطور بدون بیادبی، بدون زور، بدون نمایش جدی گرفته بشی. این ویدیو برای همه نیست، برای کسی که میخواد سنگین به حساب بیاد. بخش 1. احترام چیه؟ احترام یعنی آدما قبل از اینکه کاری بکنن یه لحظه مکث کنن و به تو فکر کنن. نه از ترس، نه از علاقه، بلکه از آگاهی به این که تو مرز داری. احترام با بلند حرف زدن نمیاد، با تهدید نمیاد، با نقش بازی کردن نمیاد. احترام نتیجه ثبات رفتاره. آدما تو رو با نیتت قضاوت نمیکنن، با رفتارت قضاوت میکنن، چون نیتت قابل مشاهده نیست. بخش 2. بزرگترین اشتباه توضیح دادن زیاده. یکی از بزرگترین قاتل‌های احترام توضیح دادن بیش از حده. وقتی برای هر نه دلیل میاری، برای هر تصمیم عذرخواهی میکنی، برای هر مرز توضیح میدی، ناخودآگاه میگی من مطمئن نیستم حق با منه. آدم مطمئن کم توضیح میده، نه از غرور بلکه از وضوح. بخش 3. چرا مهربونی زیاد خطرناکه؟ مهربونی بد نیست، بی‌مرزی بده. وقتی همیشه در دسترسی، پاسخگویی، آماده‌ای، ذهن اطرافیانت این پیام رو میگیره: هر وقت بخوام این هست. و چیزی که همیشه هست ارزشش پایین میاد. احترام جایی متولد میشه که دسترسی محدود شه. بخش 4. مرز یعنی چی؟ مرز یعنی لازم نیست همه بدونن چی تو ذهنت میگذره. لازم نیست به همه جواب بدی. لازم نیست همه رو راضی کنی. مرز یعنی بعضی چیزها فقط مال خودته. هیچ کس حق رد شدن از این رو نداره. بخش 5. سکوت یا انفجار. هر دو غلط. وقتی بی احترامی میبینی، سکوت کامل چراغ سبزه، اما انفجار احساسی هم بی ثباتیه. آدم محترم نه داد میزنه نه قورت میده. واضح، کوتاه و قاطع کننده واکنش نشون میده. آدما به کسی احترام میذارن که میدونن اگه از خط رد بشه هزینه داره. بخش 6. زبان بدن احترامه. بدون این که حرف بزنی صاف بایست. عجله نداشته باش. قطع نکن. مکث کن قبل جواب دادن. عجله ضعف میاره، اما مکث کنترل رو میاره. بخش 7. چرا بعضیا با کم حرفی سنگینن؟ چون نظرشون رو ارزون خرج نمی کنن، واکنش محور نیستن، انتخاب میکنن کی حرف بزنن. وقتی حرفت کمه هر کلمه وزن میگیره. بخش 8. احترام از درون شروع میشه. اگه خودت به وقتت احترام نذاری، به تصمیمات شک داشته باشی، به حد و مرزهات خیانت کنی، هیچ کس این کارو برات نمیکنه. بخش 9. هزینه محترم بودن. محترم بودن هزینه داره. ممکنه تنها بمونی، ممکنه بعضیا ناراحت شن، ممکنه فرصت‌هایی از دست بره، ولی بدون بی احترامی هزینه‌اش خیلی بیشتره. خلاصه کلام، میخوای بهت احترام بذارن؟ کمتر توضیح بده، کمتر در دسترس باش، واضح نه بگو،
روی مرزت بیست و مهمتر از همه اول کاری کن خودت از خودت حساب ببری. بقیه مجبورن دنبالش بیان. اگه این ویدیو یه جملهش تو ذهنت موند، یه نشونه است. و اگه میخوای عمیق‌تر فکر کنی، سنگین‌تر رفتار کنی و جدی‌تر دیده بشی، به بانک ذهن خوش اومدی.